فدیه رمضان رو 2 روز پیش دادیم به اویلایی که آنها معیوب هستند، اما انیق نمیدانیم که آنها اهل نماز هستند یا نه. احکام شریعت اصلا برای مسلمان ها هست و کسی که مثلا نماز نمیخواند وی مسلمان نیست هم تو گریدگر، یعنی که وی مسلمانی رعایت نکرد شده است. اگر دعوا قطعی نمیشد برادرها، هم تو گویید که من مسلمان، گویید یگان کاری اسلام نکنید، چه خیلی خب مسلمانی خیلی نیست پرسند یا میسازی. نپرسند املو همین انیق کنید. اگر رفته پرسند که شما آیا نمازخوان هستید یا نه، چون که گفتند که نمیدانیم نمازخوان هستند یا نه. یعنی چیکار پیش کنند؟ از آدم این بعدی دادن نمیپرسد، پیش از باب العلمی قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از قول و پیش از عمل. اگر رفتود به ناحق جا رفتگی باشد از دیگه میتیاد قایدش. مثلا فرض کردیم که زکات شما نادرست جا دادید، مثلا یک کافر بدادید، کافر به زکات داده نمیشه. خب چیکار کنه؟ و گریف بر رفت مثلا از نوته گفته میشه. بنابراین نادرست جا رفتگی باشد از نو میتی. این جزای آن آدمی که بی علم عمل میکنه. یعنی فدیه را کسی ناجا داده باشد و از فهمید که نو وی میتی. نماز نیست، اثری نو دهد. دیگر والله دیگر درست شد. یعنی خب با یگان کس نگوید یگان طالب علم که نه این مسئله ده با دیگه قولا هست، درست هست و قول است. من در نزد الله تعالی همینش جواب میدم.